سلام دوستای عزیزم، من مهسا هستم، مربی یوگا به همراه خواهرم. هر دومون مربی یوگا هستیم با مدرک آلیانس یوگای آمریکا و امروز میخوایم براتون یک سری حرکاتی رو انجام بدیم که مناسب برای کمردرد هست. امیدوارم که با ما این حرکات رو انجام بدید و اگر کمردرد دارید بهبود پیدا بکنه. این حرکات نه فقط برای کمردرد مفیده، بلکه برای زمانی هم حتی اگر زیاد روی صندلی میشینید و کارتون نشستنی هست، برای اینکه خیلی خوب بشه، حس خوبی در کمر داشته باشید، هم میتونید این حرکات رو انجام بدید. اوکی، پس با ما همراه باشید. یادتون نره سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید تا همیشه از اولین نفرهایی باشید که از ویدیوهای من آگاه بشید و استفاده کنید. ازتون ممنونم. مهسا یوگا و مهکا یوگا. منم محکامه هستم و در ضمن این حرکات برای قوی تر شدن اون رباطا کمر و پا هم خیلی خوبه. بله با ما همراه باشید. خب حرکات به صورت حرکات خوابیده هست بیشتر، پس به آرامی روی مت یوگاتون دراز بکشید. اوکی، این در واقع به شاوزنای مودیفیه هست، در واقع ادیت شده، تغییر پیدا کرده. در این حالت باید ستون فقرات کاملا روی مت باشه. اگر گودی کمرتون رو حس می کنید، باسن رو بلند کنید و به عقب بدید و سعی کنید که کاملا ستون فقرات، تمام ستون فقرات روی زمین باشه و شکم رو تو میدید برای اینکه کامل ستون فقرات روی زمین باشه. دست ها کنار بدن و زانوها خم و در این حالت 8 نفس عمیق با هم دیگه میکشیم. خب دم عمیق از دهان، تنفس ها شکمی هست، بنابراین هوا را اول وارد ریه ها و بعد وارد شکم میکنیم و شکم رو پر از هوا میکنیم و بازدم طولانی و آرام از دهان. اول شکم رو خالی میکنیم و بعد ریه ها رو کاملا از هوا خالی میکنیم و دوباره دم عمیق از دهان، از بینی و بازدم طولانی از دهان. حواستون باشه که تمام عضلات بدن، مثلا شونه ها و گردن، باید شل باشه. در آرامش یک دم دیگه از بینی و بازدم از دهان. یک دم دیگه از بینی بازدم طولانی از دهان. دم عمیق از بینی و بازدم طولانی از دهان. اوکی، الان به آرامی زانوها رو بالا میاریم و به صورت 90 درجه زانو، 2 تا 90 درجه ما باید داشته باشیم، یه 90 درجه زانو و یک 90 درجه
که لگن در قسمت لگن با بدن هست. اوکی، دست ها رو باز میکنیم روی زمین به سمت آسمون و پاها رو به سمت چپ به آرامی میبریم با بازدم و به سرمون به سمت راست و در این حالت چند نفس طولانی و عمیق با هم انجام میدیم. دم همیشه از بینی و بازدم از دهان. خب یک دم عمیق بگیرید و با بازدم به آرامی میتونید حتی از دستتون هم استفاده کنید، از دست چپ، و به آرامی زانوها رو به مرکز بیارید و باز دم عمیق. و اگر کمر درد دارید میتونید از دستتون استفاده کنید، زانوها رو نگه دارید و به آرامی با بازدم زانوها رو به سمت راست بچرخونید و سر به سمت چپ و چند نفس عمیق در اینجا انجام میدیم. یادتون باشه که در این حالت هر دو شونه باید روی زمین باشه و ریلکس، آرام. لبخند بزنید و نفس عمیق بکشید. لذت ببرید از اینکه این لحظات رو به خودتون اختصاص دادید. اوکی، یک دم عمیق بگیرید و با بازدم به آرامی زانوها را به مرکز هدایت کنید. میتونید از دستتون استفاده بکنید اگر کمرتون درد میکنه. اوکی، و دست ها رو کنار بدن رو به آسمون میگذاریم و پاها رو به حالت 90 درجه صاف قرار میدیم. در این حالت شکم باید کاملا منقبض باشه و کاملا پشت ستون فقرات، پشت کمر باید روی زمین، روی مت یوگامون باشه. اوکی، و چند نفس عمیق با هم در این حالت انجام میدیم. فکر کنید که دارید با پاهاتون یک چیزی رو به سمت آسمون هل میدید. بقیه بدن کاملا ریلکس هست، شکم منقبضه و پاها. دم عمیق از بینی و باز دم آرام و طولانی از دهان.
اگر احساس لرزش میکنید خیلی نشانه خوبیه برای این هستش که ماهیچه ها در حال کار کردن هستن. پس ادامه بدید و با من بمونید. آفرین. اگر نمیتونید زانوهاتون کاملا صاف نگه دارید و در این حالت هست هم اشکالی نداره. مهم اینه که حتما این زاویه بین لگن و بدن 90 درجه باشه. اوکی؟ اوکی، زانوها را آروم با بازدم پایین میاریم و زانوها رو باز میکنیم. با شست پاهامون رو با 2 تا انگشتای دستمون میگیریم، پاها رو باز میکنیم. این حالت رو بهش میگن هپی بیبی یا نوزاد خوشحال. اگر دقت کرده باشین بچه‌ها وقتی خوشحالن این کار رو زیاد انجام میدن و توی این حالت برای چند نفس عمیق میمونیم و ریلکس میکنیم. سعی کنید با هر بازدم بیشتر رگن رو باز کنید. دم عمیق از بینی و باز دم طولانی از دهان. اگر دوست دارید میتونید کمی به چپ و راست متمایل بشید. میبینید که واقعا حس خوبی به کمر و لگن میده. شانه ها کاملا ریلکس هستش. دم عمیق از بینی، باز دم طولانی از دهان. یک دم عمیق بگیرید و با بازدم به آرامی پاها و زانوها رو با دستاتون به هم نزدیک بکنید و پاها رو روی زمین بگذارید. میتونید کمی تکون بدید اگر برای اینکه استراحت بکنه این عضلات داخلی رون. اوکی، و الان میریم که حرکت پل رو با هم انجام بدیم. برای این حرکت زانوها خم باشه روی مت، کمر کاملا روی زمین هست. باید وقتی که در این حالت هستید بتونید که با انگشت بزرگتون قسمت پاشنه پا رو لمس بکنید. اوکی، و به آرومی کمر رو از زمین با بازدم بلند میکنید و میتونید شانه ها رو اگر که میتونید به هم نزدیک، کتف ها رو به هم نزدیک بکنید و تا اونجایی که میتونید باسن رو از زمین دور میکنید و زانوها رو به جلو هل میدید. اگر براتون سخت هست یا میخواید بیشتر بالا ببرید میتونید از دست ها استفاده بکنید. در این حالت دست ها رو زیر باسن میگذاریم و
خب فشار کمتر هم به کمر میاد. البته در این حالت هیچ فشاری نباید روی کمر بیاد. باسن رو سفت میکنید، زانو رو به جلو هل میدید و تمام فشار روی باسن و کشاله های رون هستش. اوکی؟ هیچ فشار دیگه ای در واقع هیچ فشاری نباید روی کمرتون باشه. حواستون باشه حرکات رو درست انجام بدید. اوکی؟ پس یا این به این حالت یا با دست هل میدید. اوکی؟ ولی حواستون باشه باسن رو رها نکنید وقتی که با دست هل میدید باسن رو به صورت به بالا. این حرکت نیست که بخواید ریلکس بکنید، این حرکتیه که داریم روی عضلات باسن و که مرتبط به عضلات کمر هست و ران کار میکنیم. چند تا نفس عمیق در این حالت بکشید، رو به جلو هل بدید. دم عمیق از بینی، لبخند بزنید و بازدم از دهان. دم عمیق از بینی و بازدم از دهان. و به آرامی پایین میایم. برای پایین اومدن باید واقعا مهره به مهره کمر رو از بالا اول شانه ها رو باز، کتف ها رو باز کنید و مهره به مهره کمر رو روی زمین از مهره های بالا شروع میکنید تا مهره های پایین روی زمین میگذارید. خیلی مهمه که در این حرکت این حالت رو رعایت بکنید. اوکی؟ و زانوها رو به سمت خودتون میارید، دم میگیرید و با بازدم زانوها رو به سمت زیر بغل میکشید. دوباره زانوها رو رها میکنید، دم و با بازدم زانوها رو میکشیم به سمت زیر بغل، میکشیم دم و با بازدم زانوها رو به سمت سینه میکشیم. خب به آرامی به سمت راست میقلتیم و با دست چپ فشار میاریم و بلند میشیم و این بار این حرکتی هستش که برای سیاتیک و این دردای کمر هم بسیار مفید هست. برای این حرکت پای ابتدا روی پای راست انجام میدیم. پای راست، ساق پای راست به موازات بالای مت یوگاتون باشه و پای چپ رو به عقب میکشید تا اونجایی که میتونید و بعد بلند میکنید باسن رو از روی زمین و دست ها جلو، کمر صاف و تا اونجایی که میتونید سعی میکنید که پایین برید. اوکی؟ دست ها رو به جلو میبرید به صورت آروم 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 و همینطور پایین میرید پایین تا اونجایی که میتونید و نه سر رو روی زمین نمیگذاریم خاطر اینکه کمر قوس برمیداره و به همین حالت باید یک کشش خیلی خوبی رو در قسمت باسن و این قسمت ران و تا توی کمر احساس بکنیم. تمام این عضلات به هم متصل هستن و این کشیدگی رو باید حس بکنیم. اوکی؟ تا اونجایی که میتونید پایین میرید. اگر که میخواید کشش بیشتری باز هم حس بکنید
پای چپ رو که کشیده هست به پایین هل میدید. تا اونجایی که میتونید پای چپ رو میکشید به سمت پایین. اگر کسایی هستن که نمیتونن این حرکت رو انجام بدن و حتی در این حالت هم اون حس کشیدگی رو احساس میکنن، کافیه میتونن و توی این حرکت بمونن. اوکی؟ پس تا اونجایی که میتونید به اندازه همیشه به بدنتون احترام بذارید و اونقدری انجام بدید که کشش خوبی رو حس بکنید. اصلا فشار نیارید به بدنتون. اوکی؟ برای چند نفس عمیق اینجا میمونیم. روی نفس تمرکز بکنید. دم، بازدم، دم و بازدم. به آرامی روی دست ها فشار میاریم و بلند میشیم و عوض میکنیم پا رو. پای چپ جلو، پای راست عقب. اوکی؟ پای چپ به موازات بالای مت یوگا، پای راست به عقب میره. تا اونجایی که میتونیم به عقب میدیم و به آرامی دست ها رو جلو میبریم و تا اونجایی که میتونیم میریم پایین تا کشش خوبی رو در ناحیه باسن و ران حس بکنیم. برای چند نفس عمیق در این حالت میمونیم. دم و باز دم طولانی از دهان. دم از بینی و باز دم طولانی از دهان. یک بار دیگه. دم از بینی و بازدم طولانی از دهان. اوکی، به آرامی روی دستا فشار میدیم و بلند میشیم و میشینیم. مرسی که در این حرکات با ما همراه بودید. امیدوارم لذت برده باشید. امیدوارم که هیچ وقت کمر درد نداشته باشید و اگر دارید این حرکات رو انجام بدید و خیلی زود خوب بشید. یادتون باشه باید استمرار داشته باشید توی انجام حرکاتتون. اگر یک بار انجام بدید فایده ای نداره، باید چندین بار انجام بدید. اگر کمر درد دارید حتما یک بار در روز این حرکات رو انجام بدید تا کمرتون خوب بشه و خیلی هواپیما رد میشه امروز. خیلی مراقب خودتون باشید تا ویدئوی بعدی که با هم باشیم. نمسته.